سلام خانم سیمین. سلام عزیزم. حال شما خوب هستین؟ قربان شما. جونم. سیمین جان، من یه ماسک مو میخواستم برای موهای آسیب دیده. اگه میشه بهم معرفی کنید. یه دونه قبلا بهم معرفی کردین، خیلی عالی بود. اگه میشه بازم بهم همونو آفر بدید. سپیده جان، میتونم به موهات دست بزنم؟ بله. بله موهات خشکه. میتونم چند تا رو بهت معرفی کنم که بدونی چه کارایی میکنن برات. بله. یکیش اینه، مال سوریناکی، شیه باتر داره، مال به. اسرائیله. بزنین این ببینم. خشکی مو رو میگیره، دمیج مو رو میگیره، اسپلدین رو کنترل میکنه، امین اسیدش زیاده و پروتئین سازی داره توش. بله. یکی دیگهش اینه، اینم خیلی میره مال بلک کاویاره. قیمتش هم قیمت بسیار مناسبی داره، سیلک تراپی داره توش و گرین تی اکسترکت داره، باعث میشه خشکی موتو بگیره و آبرسان خوبیه. درست. نوع آخریش هم که برای فیت میکنه برای کوالیتی موی تو این هستش. این هم خشکی مو رو میگیره، باز برای درای دمیج اسپلد این حرف نداره. بعد از اینکه سرت شامپو زدی اینو میتونی بذاری رو سرت و بذاری 5 دقیقه بمونه، بعد آب کشیش خب بعد شامپو و لیوین چی معرفی میکنید؟ اگر شامپوی اینو بخواین، این شامپوش آبرسانه، خیلی شامپوی خوبیه. کاندیشنرش این لاینش مال کراتینه. شامپوش تمام شده، باید اوردر بدم بیاد. اینم همینطور. این برای کسایی که کراتین هم کردن حرف نداره، آنتی فریز داره، فریز موهاتون رو میگیره. این دوتا هست برای شامپو. اینم من رکومند میکنم، دوباره مال لاین بلک کاویاره، برای کسایی که موشون خشکه و کالر سیف میخوان داشته باشن. is one of the best also. دیگه براتون بگم، اینم میتونم بگم که مال این لاینه، شیه باچر هست، اگین مال اسرائیله و امینو اسیدش زیاده برای موهایی که دمیج اسپلدین داره، خشکه حرف نداره، در ضمن پربن فری، پارافین فریه و برای کسایی که کراتین کردن هم لاین خوبیه. من اینا رو روی سل گذاشتم. به به. و دیگه براتون بگم بهترینای من ایناست که بهتون گفتم. و لیوین؟ لیوین یکیش 12 in 1 اگین و از لاین بلک کاویاره. اینا که خالی هم برای که زود رفته، اینا رو من تونتور اوردر میدم، زودم میاد میره. این 12 تا کار برای شما انجام میده. عالی. تکسچر میده، ریپر میکنه، هیت پروتکشن داره، آنتی فریز داره، توش هایدریتینگ داره. خب میتونید کلا فروشگاهتون رو یه نشون بدید به من، ببینم که چه محصولات دیگه ای دارین که فکر میکنین این قسمت من اسپشیال رنگا رو هستش. دارم، این قسمت رنگا رو دارم، ایگورا رو دارم، به جرمنیه، سنساس رو دارم که ایتالیاییه. این رنگ، این آمونیا فری هستش، پربن پارافین نداره، چیزای ادیتیو نداره، ولی لاین بسیار خوبیه، 100 میله، کاورجش حرف شنیدم نداره. شما خودتون هم اینجا کارهای زیبایی انجام میدید. بله، ما اینجا خودمون هم کارهای پوست و زیبایی و مو انجام میدیم. اگر دوست داشتین تشریف بیارین، خوشحال میشیم. این هم لاین رگولارش این هستش و این کوکونات اویل داره توش، باز گری کاورجش حرف نداره. این دوتا ایتالیایی هستن. بله. براتون میگم لاین کلستون پرفکت دارم، این تو اسپین پر میشه. کلستون که عالیه. بله، لاین بسیار خوبیه، 60 میله. و دیگه دیکسون رو دارم، دیکسون هم میدونی که 120 میله و این هم جزو لاینایی که هردرسر هم بیشتر دوستش دارم، به خاطر اینکه امانتش زیاده و قیمت مناسبی داره برای مقداری که توش هست. من الان توجهمو جلب کرد اون بالا، چه پوستیجای خوشگلی دارید. اینا موهای طبیعی هستش؟ میکس سنتتیک با نچرال هر هستش. بعد مال من مال چاینیز نیست، مال ژاپن از روشون هم نوشته، میتونین بیاین ببینین، قیمت مناسب داره. آلسو سپیده جان، میخواستم یه چیزی رو بگم، کسایی که کیموتراپی میکنن، تریتمنت اینجوری دارن، من 50% آف بهشون میدم. به به، عالی. این آپشن رو برای کسایی که مریض هستن دارم. عالی. موهای بسیار خوبیه، کوالیتیش خوبه. دیگه براتون بگم، این ور برای کسایی که میخوان هایلایت بکنن،
کار بلیچ احتیاج دارن، باز از کمپانی‌های متفاوت دارم. قیمتایی که من میدم برای هیردرسرها تخفیف میدم، برای کسایی که کش بیارن تکس اینکلودد میدم، تکستون رو I pay your tax و سعی میکنم که با هم دیگه کنار بیاییم. دستکشام $10 خیلی آف گذاشتم روی اینا، اگه دوست داشتین عالی. دیگه براتون بگم. این ورم باز من چیز دارم، این لاین برای ریزش موه، کسایی که ریزش مو دارن. بایوسکال کانادایی هستش، مواد شیمیاییش پایین 15-16 تا بیشتر اینگریدین نداره، به خاطر اینکه تو کانادا تهیه میشه، در نتیجه خیلی از اینگریدیناش سیف هستش. هم برای آقایون میتونین استفاده کنین، هم برای خانوما. فورتینین اند بولدینگ. این عکس فقط برای آقایون زده، ولی سیم استوری برای خانم ها میتونین استفادهش کنین، هیچ فرقی نداره چون موه دیگه، اسکالپه. درست. دیگه این ورم اگه بیاین، این لاین هم من میتونم برای کسایی که دوباره ریزش مو دارن. خب این نایکسن اینه که خب 1 لیتره و 3 مدل داره. کسایی که نچرال استفاده میکنن، یعنی موشون رنگ نداره، بیشتر آقایون هستن، میتونن از شماره 1 و 2 استفاده کنن. خانم‌ها چون کالر تریتد هستن از 3 و 4 و کسایی که کیموتراپی میکنن 5 و 6 استفاده کنن. شمارهایی که بالاتره برای کسایی که پروگرست تینینگ دارن و شماره‌های پایین‌ترش برای کسایی که لایت تینینگ دارن برای موها. آدرستونم سیمین جون لطف کنید. آدرس من تو بیویو و میجر مکنزی، یه دلاراما و کافی تایم پلازا هست، قبل از اینکه شما برسیم به بیویو و توی خیابون میجر مک هستش. between young and بیویو، end of the بیویو. در حقیقت آلن کورت بهش میگن. اسم مغازم هم هست میجر مکنزی بیوتی سپلای. به به. خوشحال میشم ببینمتون. قربان اون طرفا رو اگه شما. دوست داشتین من اکسسوری هم دارم. به به چه کیفای خوشگلی. اون کیف اون ورا بهتر بود. اینا دیاران سل. پشت چیز شو کیس هم دارم. من عاشق گل و تم هستم در زن. به They are به my به. babies. واقعا اصلا آدم میاد اینجا روحیش عوض میشه، انقدر که خوشگله. شما خودتونم خوش انرژی هستید و خلاصه اینم عینکاتونه. جولری هم دارم، عینک هم دارم. I do a little bit of everything. چیزم دارم، شوز هم دارم، دکوریشن هم دارم. چه کفشای خوشگل و خاصی هم هست برای مناسبه برای price مهمونی‌های wise خاص. is good. Price wise is good. به به. اونجا هم باز کیف دارم. عالی. این قسمت هم که شما کارهای زیبایی انجام میدید. بله. به به. بیان اینجا من اسپامم بگم بهتون لطفا. اینجا اتاق اسپای من هست. واو. ما کار ماساژ اینجا انجام میدیم، عالی. کار ماکروبریدین انجام میدیم، پی آر پی انجام میدیم، ماکرونیدلینگ میکنیم، تاتو میکنیم، بعد چیز داریم، ماکرودرمابریژن داریم، سلولیت داریم و کارهای دیگه، چیزایی که برای پاکسازی پوست. محصولاتتون اون وقت چیا کره هستش؟ هستش، یکیش اتمی هست. ما از محصولات اتمی استفاده اتمی من قبلا استفاده کردم، خیلی خوبه. لاین کره‌ای بسیار آره لاین اونم خمیر خوبی دندوناشه، هستش. درسته؟ بله. قبلا استفاده کردم، عالی بوده. این دستگاه ها اون وقت چی هستش؟ اون ماکرودرمابریژن هست، این برای سلولیت برن میکنه اطراف شکم و تامی و فلان. بعد این های فرکانسی، این اکسیژن اکسیژن رسانه. در ضمن ما کار مزوتراپی هم میکنیم. دستگاهش الان اینجا نیست، بردمش خونه داشتم برای سر یه نفر کار میکردم. یه لایت تراپی داریم ما. لیزر هم فرمودین داریم برای بدن؟ لیزر هم داریم، بله. پس کلا تو این اتاق چه کارهایی انجام میدین؟ این اتاق گفتم دیگه بیشتر کارهای پوست بدن که این کامرا نداره، دستگاهی میتونیم کسایی که میخوان وکس حتی بکنن. من کسی رو دارم که کار اسپا میکنه، استتیشن هم هستن، ایشون این کارا رو براتون انجام میدن. درسته. خب آیا هست چیزی هستش که اون طرف باید بهمون معرفی کنید؟ اون طرف اینجا فقط قسمتیه که کار مو انجام میدیم. اگر کسی اینترست باشه. چقدر هم دنج و قشنگه اینجا، یعنی آدم انرژی خوب میگیره. نه بریم به همون سمت. ما یه بار دیگه از داخل فروشگاه هم ویدیو بگیریم که ببینیم چقدر اینجا محصولات زیبایی دارین شما، محصولات عالی دارین. من که خودم واقعا هر دفعه از اینجا خرید میکنم
با دل خوش دوباره برمیگردم. ممنون از شما. من اینم اسم مغازه من هست میجر مکنزی بیوتی سپلای به به. و بیبیو میجر مک هستم. عالی. دست شما درد نکنه. انشالله مزاحمتون میشیم باز دوباره. مرسی از شما، مرسی از شما عزیزم. خدا نگهدار. خدا- یه بای بای بکنید با فالوورا. See you soon.